خیلی خوش اومدید به آشپزخونه من. امروز میخوام کرپ مرغ و هالاپینو درست بکنم. این غذا خیلی خوشمزه است، فوری آماده میشه، مواد اولیه زیادی احتیاج نداره، بنابراین یه گزینه خیلی خوبی میتونه باشه. بریم با هم درستش کنیم. خب من اینجا اول یه دونه تخم مرغ رو میشکنم توی کاسم. حالا تخم مرغ رو من یکم میزنم تا از لختگی در بیاد. حالا شیر رو که حدودا نصف لیوانه رو بهش اضافه میکنم و مجددا یک کوچولو رو هم مخلوطش میکنم. به این مرحله که رسیدش 1/4 کاپ آرد سفید رو کم کم بهش اضافه میکنم و مخلوط میکنم. خب ما یه مایه با این غلظت میخوایم که میبینید شل کاملا، اصلا نگران که نگیره نباشید چون مایه کرپ باید شل باشه. حالا تو این قسمت بهش نمکم رو هم اضافه میکنم. من گاز رو روشن کردم، روی درجه متوسط گذاشتم، یه کوچولو کره انداختم توی تابه و یکم میمالمش در همین حد که من یه ذره تابم چرب بشه. اوکیه. میریم برای ریختن مواد کرپمون توی تابه. همون ابتدا زود موادتون رو باز بکنید که بشه راحت ترش کرد. یک چوب صبر میکنم که بگیره. از بغلا خیلی آروم جداش میکنم. وسطش وقتی کامل نگرفته یکم سخت بلند میشه، ولی بعدش دیگه کرپمو برگردوندم تا اونورش بخواد مواد سرخ بشه. ما این طرف تاپینگامون رو بهش اضافه میکنیم. مرغمون، هالاپینو و پنیر چدار رنده شده و مجددا از دو طرف سعی میکنیم تا بکنیم کرپمون رو که خوب بپزه. تو این مرحله شما زیر گازتون رو خاموش کنید که کرپتون نسوزه. کرپ رو شروع میکنیم جمع کردن. من اینجا سروش کردم، توی بشقابم گذاشتم، با جعفری روش رو تزیین میکنم و با سس قرمز و مایونز هم میتونیم سروش بکنیم. اینم نتیجه نهایی کرپ مرغ و هالاپینو. من برششم میزنم. یه بافت خیلی نرمی داره، خیلی غذای سالمیه، کالری پایینی داره، میتونه واقعا انتخاب خوشمزه‌ای باشه. امیدوارم خیلی خوشتون اومده باشه.